بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت باب رئیس جمهور امروز استادا و محصلین پوهنتون کابل در تالار حضور دارند و 36 پوهنتون از سر تا سر افغانستان امروز همراه شما وصل هستند، شنونده شما هستند تا سلسله ای از لکچرهایی را که شما در مورد دیدگاهتان برای اعمار صلح، بر دولت سازی و بر مارکت سازی برای افغانستان تهیه کردین که برای آینده افغانستان به نهایت مهم است و دیدگاه شما را برای آینده افغانستان ارائه میکنه، شنونده از او باشند. جناب رئیس، لکچر امروز شما در مورد اعمار صلح است که لکچر در 3 بخش ارائه میشه با 2 وقفه. آرزوی ما است که با لکچر امروز شما بحث اعمار صلح از یک بحث سطحی و پاپولیستی که امروز در فضا حاکم است برای و به یک بحث محتوایی و استراتژیک مبادل شود. امیدواری ما است که 30 سلسله گفتمان ها بحثا آغازگر یک گفتمان ملی شود و به خاطر آغاز از این سلسله از بحث های آینده ساز برای افغانستان جناب رئیس، هیچ جای بهتر از پوهنتون کابل نیست. پوهنتون کابل در افغانستان همیشه اندیشه ایجاد کرده، تفکر ایجاد کرده و به نمایندگی از استادا رئیس صاحب محترم پوهنتون کابل به شما خوش آمدید میگیم و از شما خواهش میکنیم که سخنرانیتان آغاز کنین. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین گرامی، استادان ارزشمند و جناب رئیس به پوهنتون کابل، تمام پوهنتونایی که امروز وصل هستید، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. امروز ما سر یک چارچوب اساسی گفتمان ملی صحبت می. ما یک طرح را به اساس 3 ستون به جامعه بین‌المللی ارائه کردیم. ستون اول از این دولت سازی است و این دولت سازی به این شکل ارائه نشده که یک قسمت شورا باشه. یک پروگرام منظم قابل پیمایش است و نتیجه از یک قرارداد بین ما و جامعه جهانی از یک طرف است، اما از همه قدم مهمتر بین شهروندان افغانستان و دولت افغانستان از طرف دیگه است. ایره به تفصیل خدمتتان در جلسات بعدی میگم. موضوع دوم، ستون دوم، ساختار مارکت است. چون همیشه از سکتور خصوصی صحبت میشه، سکتور خصوصی یک خشت مارکت است، کل مارکت نیست. تا سال 1946 کلمه سکتور خصوصی را هیچ اقتصاددان استعمال نکرد. همچنین سکتور دولتی در سالهای بعد از جنگ جهانی با وجود آمد. یک مارکت فعال باید به صورت یک نهاد قانونمند و متحرک مورد بحث ما قرار بگیره و یا قسمت دیگه خدمتتان ارائه میشه. موضوع امروز ما اعمار صلح است. عرض اول ما خدمتتان است که صلح را جدی بگیریم. به چی رقم صلح را جدی میگیریم؟ درسای تاریخ معاصر، درسای تاریخ جهانی و درسای کشور عزیز خود ما را باید مد نظر بگیریم. صلح به شعار، به عوام فریبی صورت نمیگیره. صلح هم معمار میخواه، هم انجینیر میخواه، هم طراح میخواه و از همه قدم مهمتر در صلح هر افغان شامل است. نقطه واضح باید وجود داشته باشه، فیصله آخری را سر صلح ملت افغانستان میکنه. حدود صلاحیت رئیس جمهور که پس مده میم قانون اساسی تعیین کرد. خارج قانون اساسی رئیس جمهور کدام صلاحیت داره؟ هر کسی که میگه ما خارج قانون اساسی اقدام کرده میتونه خود در دقیقت اعلان بغاوت است. باید وثیقه ملی ما هدف اساسی ما باشه و در چارچوب عزیز، اما ضرورت واضح است که ملت در گفتمان اساسی به. بنابراین از تجارب بین‌المللی که قسمت اول گفتمان ما شما امروز سر چی تمرکز میکنیم؟
اول انواع صلح است. صلح انواع داره، هر صلح مساوی به صلح دیگر نیست. چرا؟ و مبنای ما که من میگم هر صلح فرق داره از صلح دیگر چیست؟ 100 پیمان صلح را ما بررسی کردم. طبقه بندی از ماست. این مقاله وقتی که من رئیس پوانتون کابل بودم ترتیب شد. 100 پلان صلح جهانی رو من بار اول بود که از ابتدا تا آخر خوندم و اینا رو من طبقه بندی کردم و بعد از اون مثال های وسیع جهانی را مد نظر گرفتیم. بنابراین نقطه اول صلح شهروند محور است. ماحول از این چیز، ماحول از این نظامای استبدادی، دیکتاتوری یا نیمه آزاد بودن. کلانترین مثال های از اینا در امریکای لاتین است در دهه 90 و هدف چیست؟ یک حکومت را که در او خاصتا وزارت دفاع، امنیت ملیش، دا قوه داخلیش وسیله زجر مردم شده به یک نهاد مردم سالار بدل کرده. و یکی از مهمترین مواد فلسفی از اینایی است چیست؟ گفتن قوه دفاعی در حفظ آزادی‌ها و تنها حامی باشه، هیچ نقشه در سلب آزادی مردم نداره. در اینجا نقطه اول ایجاد یک دولت قانونمند است. یک تفکیک واضح باید وجود داشته باشه. هر دولت قانونمند نیست. 3 نوع تفکیک در قسمت اوله. یکی یک دولتی که به اساس قانون اجرا شد و مهمترین مدار از انتقال قدرت توسط اراده مردم است. دوم، دولتایی که قانون سر اتباع خود تطبیق میکنن مگر سر خود تطبیق نمیکنن. مثالای بسیار واضح دارین که میگن رئیس جمهور شاه غیر مسئول است. وقتی که غیر مسئول باشه خب فوق قانون است. و سوم، کسایی که قطعا با حاکمیت قانون عقیده‌مند نیستن میگن اساس دولت زور است. اینجا از نگاه تاریخی باید یک چیز واضح شد. اساس فلسفه حکومتداری در فلسفه اسلامی عدالت است. اگر فلسفه غربی از نگاه هابس به زور استوار است، فلسفه اسلامی اساسش عدالت است. حلقه عدالت کلانترین میراث ماست. بسیار ساده. بدون عدالت نه زراعت صورت گرفته میتونه نه تجارت. بدون زراعت و تجارت دولت عواید نداره. بدون عواید دولت اردو نداره. بدون اردو دولت صلابت نداره. و کل از این در حلقه عدالت جمع میشه. بنابراین ما یک تاریخ بسیار وسیع داریم که او چیز را که در غرب میگن زور به صلاحیت مبدل میشه، نه، اصول عدالت است و این حاکمیت قانون اساس است. و معیارهای واضح در جامعه باید وجود داشته باشه که جامعه قانونمند شه، مارکت قانونمند شه و اما از همه که دولت قانونمند شه. حسابدهی را ایجاد دولت قانونمند به وجود میاد. وقتی که دولت قانونمند نباشه و یک قرارداد واضح اجتماعی بین ملت و دولت وجود نداشته باشه، چطور حسابدهی میخواد؟ و از این جهت اجماع برای حاکمیت قانون ضرور است. در این کشورها صدها نوع فجایع رخ داد. اسپانیا دوران فرانکو یک مثالش است. چیلی، گواتمالا، السالوادور، هزارها شهروند اسیر شدن، شکنجه شدن. رئیس جمهور قبلی چیلی که باز رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد در جوانی مورد شکنجه قرار گرفت. رئیس جمهور سابق برزیل. اما یک روند واضح برای حاکمیت قانون آمد
که مبدل به مردم سالاری شد. از این جهت این نوع صلح پایدارترین نوع صلح بود. نقطه که خدمتتان ذکر شود 50% پیمانهای صلح در ظرف 5 سال به سقوط مواجه شد. هر پیمان صلح موفقیت نداره، چون اگر دقت نباشه این مثل یک تعمیر است. اگر تعداد تعبیر کج بانید باز توقع دارین که 18 منزل به جای باشه. اگر تشخیص مریض غلط کنین باز توقع از این دارین که او جور شد. بنابراین نقطه اولم خدمتتان صلح یک دیسیپلین است. صلح نه فیشن است نه شعار است، یک دیسیپلین واضح است. امریکای لاتین دادم، اسپانیا رو براتون مثال دادم. اسپانیا 1975 یک کشور است که بعد افغانستان سرش فکر بسیار جدی کنه. در این سال فرانکو وفات کرد. هزارها نفر مخصوصا اعضای حزب کمونیست هنوز در بندیخانه اسپانیا بود. اینا چی کردن؟ قوانین بازی را به صورت اساسی به صورت صلح‌آمیز تغییر داد. من کل از اینا را همراهشان مصاحبه کردم، کسایی که زنده بودن. و تصمیمشان چی بود؟ گفت ما سر گذشته گپ نمیزنیم، برای 20 تا 30 سال آینده اسپانیا را میسازیم. و همه را موقع دادن که پس در سیاست داخل شوند، جای بگیرن. فراموشی تاریخی یکی از نقاط است که از نگاه آینده صلح باید به صورت جدی مورد نظر گرفته شد. مر نقطه کلیدی از ایجاز انتخاب برای گذشته و آینده. معلوم دار برای قربانیای جنگ، برای قربانیای خشونت اینا توجه داشتن، اما به یک گفتمان سرتاسری ملی آمدن. یکی از این صدراعظما که بعد از 20 سال تقریبا پدرکلانش فرانکو کشته بود، موضوع را که باز کرد، جامعه به یک بحران رفت. حدود تحمل یک جامعه را بر شنیدن درداش به صورت واضح درک کن. در عین حال توجه، اما اسپانیا که خارج فرهنگ اروپایی گشتانده میشد، امروز جزء لاینفک و یکی از ستونهای واضح اتحادیه اروپا است. همچنین امریکای لاتین برگشت به دیکتاتوری، غیر کشورهایی که در این صلح نامدن نهایت کم است. نوع دوم صلح در کشورهایی است که نظام برجاست، اما 1% مردم نظر به دلایل تاریخی، فرهنگی، اقتصادی یا نوع محرومیت خود به جنگ مراجعه کردن. مثال بسیار زنده ازی مکزیکوست. از یک طرف زاپاتکا، از طرف دیگه فیلیپین است که نقاط دیگه است. در اینجا مسئله تغییر نظام و اصول نیست، ایست که مرکز زدایی و آزادی ها در چارچوب یک حکومت قانونی چطور تعیین میشه. بنابراین نقطه کلیدی است که کثرت گرایی را چطور از یک طرف تامین میکنیم و اقلیت های را که از نگاه تاریخی خود محروم است کردن از طرف دیگه چطور جای میدیم. ویام ارتباط مستقیم میگیره با بحث شهروندی. بحث شهروندی به ایمان که اگر از نگاه قانون مساوات شهروندی است و در حقیقت عدم مساوات شهروندی است، تاریخ چطور جبران میکنه؟ در اینجا یک رایشی بود، چون اینا در نقاط تمرکز داشتن که بسیار خاص بودن، نوع حقوق محلی و عدم مرکزیت بسیار قوی. اینجا مسئله مرکزیت و غیر مرکزیت باید واضح شد. مرکزیت منفی وجود داره و مرکزیت مثبت. مسئله در مرکزیت نیست، در نوع مرکزیت است. طور مثال دنمارک مطلق مرکزی است، اما صلاحیت‌های یک ولسوالیش به مراتب زیادتر است از یک حکومت فدرال که واقعا فدرالی نباشه.
شکل و محتوا باید تفکیک شود و نقطه اصلی مرکزیت دهی است که حاکمیت قانون باید از راه مرکزیت فعال که محورش قانونیت است تأمین شود به اساس از این صلاحیت‌ها به صورت قانونی. البته مثلا وقتی من وزیر مالیه بودم پروگرام همبستگی ملی رو شروع کرد که حالا به میثاق شهروندی بدل شد. امروز میفهمین 50% شوراهای ما در قریه از زنان تشکیل شد. در اینجا گپ چیست؟ تعصب مانع از این میشه که شما ترار شوید. اگر زنان نمیخواین اشتراک کنن اف زن هست، مگر چرا مانعش میشه؟ و قریه افغانستان باید صلاحیت داشته باشه. ولسوالی افغانستان هم باید صلاحیتش معلوم شود، شاروالیش هم معلوم شود، ادارات. مرکزیت منفی در ایست که همه چیز بند میندازه. در اینجا مرکز زدایی باید در اصول به صورت اساسی مورد نظر گرفته شد. در قرن 21 بدون از اینکه ابتکار عمل بتین به تمام سطوح این صورت نمیگیره. شما یادتان است که من سخت طرفدار استقلال مالی پوانتون هستم از خاطر که ابتکار تقویه میکنه. باید اصول قسم باشه که ابتکار بده. در اینجا مسئله مشارکت است. نظام به صورت عمومی مشروع مگر مشکلات مشروعیت در یک نقطه خاص داره. ایره به اساس تدبیر حل میکنه. در مکزیکو تا حد زیاد مسئله حل شده اما به صورت بنیادی هنوز هم حل نشده و در فیلیپین هنوز مشکلات زیاد وجود داره. یعنی نیست بازم سر از مسئله درس اساسی میاییم. موافقه روی کاغذ مانش گارانتی در عمل نیست. سیاست کار یک روزه نیست. سیاست کار دوامدار است و مشروعیت یک پروسه است، نه روز انتخابات و باز انتخابات دیگه. بنابراین شهروند هموطنتان باید دوامدار در فکر خاطرتان باشه، نه یک روزه. میره بانی کن سلاید. سال سوم سال است که منجر به تغییر قوانین بازی میشه. به این معنی قوانین گذشته به هر دلیل که هست کنار گذاشته میشه و ضرورت به اصول بازی جدید است. قانون چیست؟ اصول بازی. فرق شطرنج و فوتبال در چیست؟ قوانین بازی مختلف است. بدون از او قوانین آیا فوتبال بازی میکن؟ فوتبال اطفال دیدین نه؟ میگه تا مردوی ما گل نزنیم بازی ختم نمیشه. اما هر بازی قواعد داره. فرق سیاست در این است که قواعد بازی همیشه در تغییر است. پالوی قوانین بازی های دیگه جریان داره. هرچی بازی های موازی کمتر باشه با مو اساس قانونیت زیادتر میشه. هرچی بازی های موازی جریان داشته باشه مشکل قانونیت ایجاد میکنه. مشهورترین مثال از این قوانین جدید ژاپن و جرمنی بعد از جنگ است. هر دو کشور موجب جنگ جهانی بودن، هر دو کشور فتح شد، اما فاتح از این دو کشور یک عمل کردن که در تاریخ بی سابقه بود. به مغلوب زیادترین کمک صورت گرفت تا مغلوب سر پای خود ایستاده شد. پلان مارشال در دنیا بی سابقه است. و امروز قوانینی را که بر ژاپنی و امریکایی نوشته کردن، این را فراموش نکنید، تحت سلطه تحت بوت مکارتر بود از انگلیسی ترجمه است، یعنی سلطه بود. اما ژاپنیا اینمی قانونه و قانون دوامدار بازی بدل کردن. ژاپن به اساس قانون اساسی خود قوای مسلح در هیچ جای نداره، روان نمیکنه. دیدین پلیس ما را کمک میکنن، ما قوا نیست. در شرایط تدوین قوانین جدید موافقه روی قوانین جدید. نیپال افتخار کار در اینجا داشتیم
و به این سیاستمدارایشان شکل نیمه میانجیر داشت. زیاده از 5 سال با سر قانون اساسی خود به موافقه نرسید. اگر قوانین بازی را تغییر میتین، خواهرها برادرها باید درک کنین که چقدر مدت میگیره و خلای قانونی اگر ایجاد میشه قیمتش چیست. قانون اساسی ما واجبی ملی ماست. فکر میکنین که باز در 1 ماه یا 2 ماه به موافقه رسیدن میتونین غیر از اینکه اصول اساسی چیه؟ سیاستمدارای نیپال از ما مشوره خواست. ما برشان پیش بینی کردم. گفتم شما اگه حکومتداری را فراموش کردین و تمام روز تناس از سیاست ها گشتین، صلاحیتتان از دست میدین. در مو 5 سال بارها نظام تبدیل شد. حرکت ماویستی که به قدرت آمده بود که مردم فکر میکردن که صلح مثبت میاره، پس از قدرت کشیده شد، غیره و غیره. سودان یک مثال است. در اینجا من شخصا کار کرد. قوانین بازی را قسم عیار کردن که بالاخره منجر به جدایی سودان جنوبی و سودان شمالی شد. و امو وقتا بر جان گرنگ من کاغذ نوشته کرد. 26 سال در جبهه بود، 26 روز در مدیریت. معاون رئیس جمهور سودان شمالی بود و رئیس جمهور شد و کل اتکا سرازی بود که جان گرنگ اگر زنده میماند شاید وحدت سودان باقی میماند. بعد از 26 روز هلیکوپتر از سقوط کرد. من گفت مشوره چیست؟ من گفتم تو اجندای مثبت نداری، کل اجندایت منفی است. روزی که تو به قدرت بیایی بخشای منفی جامعه پس به حرکت میاد، پس رفتن به طرف جنگ داخلی، چون یک مبنای فکری بر وحدتتان نگذاشتید و مناسباتتان نسنجیدید. بازم ببینید اردوی از این یک فرصت عظیم تاریخی داشتن که کشورهای خود بدل کنن، اما چون پلان تطبیق طرح واضح وجود نداشت، بحث به ذات خود حرکت نمیره. در شورای قانون اساسی نیپال چند هزار نفر بود. از نگاه مشارکت بی‌نظیر بود، اما قطعا به نتیجه نمی رسید. تغییر قوانین بازی اگر در یک مدت مشخص صورت نگیره، نتایجش دشوار است. اما در این حال دیدیم که در جایی که قوانین بازی به صورت اساسی تغییر میکنه و به اساس اجماع تغییر میکنه، چون مشکل در هر دو کشور، هر دوش اجماع. 4م صلح که منجر به مشروعیت تشکیل مرکزیت مشروع میشه. مثال بیرونیش ژاپن بعد از جنگ جهانی، جرمنی بعد از جنگ جهانی. اما یک مثال بسیار زندهش افغانستان بعد از پروسه بن است. چرا افغانستان بعد از پروسه بن؟ مجادله ما سر کابل بود. کدام روز در افغانستان در بدترین سالهای مشوار جدایی مطرح شد؟ خوی وحدت نشان میده، اما مجادله سر قدرت بود. بنابراین تأمین مرکزیت مشروع هدف بود. این بخش موافقه بونه من نوشته کردم. در وقت من مشاور آقای لختر ابراهیمی بود. مسئله در چی بود؟ هیچ کس از افغانستان نمایندگی کرده نمیتونست. و آقای ابراهیمی 100 باری تکرار کرد هیئتی که در بن وجود داشت غیر نماینده بود. نمایندگی واضح نداشت، اما باید پروسه به مشروعیت انجام میشد. بنابراین چی کردیم؟ اول نامگذاری، حکومت موقت، دولت انتقالی، دولت انتخابی. 3 مرحله به صورت اساسی سنجیده شد که یک پروسه که امرای یک عده محدود بدون صلاحیت نمایندگی وجود داشت به یک مشروعیت واضح که انتخاب جناب کرزی به اساس اراده ملت بود انجام صورت گرفت. دوم، وسیله مشروعیت چی بود؟ ما پس به تاریخ لوی جرگه خود رفتیم. 2 لوی جرگه به صورت اساسی زمان بندی را تشکیل داد. لوی جرگه اول که لوی جرگه اضطراری بود
و بار اول در تاریخ ما نماینده ازی به صورت انتخابی آمد و یادتان است که چی شوری بود، چی شوقی بود. و دوم لوجرگه قانون اساسی. به این اساس دولت انتقالی نامش دولت شد. پیش از او حکومت موقت بود. از او روز به بعد ما پسم براتون تشریح میتونم تنها نماینده مشروعی مردم افغانستان از نگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی افغانستان است. از روزی که حکومت انتقالی به وجود، چون که پستای کلیدی طبق موافقه بن باید از طرف لوجرگه تایید میشد و نقطه کلیدیش انتخابات آزاد بود، قانون اساسی را و وجیبه از این نتیجه از این قانون اساسی است. یعنی نقطه دوامدار وقتی که مرکزیت مشروع به وجود به دوام این مرکزیت است و این بدون رای آزاد مردم انجام شده نمیتونه. مصاحبه دیروز من امرای سینن دیدین. وظیفه کلیدی من به حیث رئیس جمهور منتخب تا نیست که اقتدار ملی را بر جانشینم به اساس اراده آزاد مردم افغانستان تسلیم کنم. غیر از او من از خارج از چوکات قانون اساسی مبرد. مرکزیت مشروع نهایت مهم است و از تاریخ پر افتخار ما میبینین از یما پادشاه تا امروز مشروعیت مرکز کلیدی بود. قیمت چیزی را که پاچاگردشی میدادن کی داده؟ ملت افغانستان. و موضوع اساسی قانون دی چیز؟ موضوع زعامت برای بار اول در تاریخ ما به اراده مردم گذاشته شد. اگر قدرت شخصی تلقی شود یا گروهی تلقی شود، این پس موجب آزادی نمیشه. تشکر سلید. نوع پنجم صلح تعمیل شده است. هم مثالای مثبت دارین هم مثالای منفی دارین. نقطه فرق صلح اختیاری و صلح تعمیل شده در چیست؟ در صلح تعمیل شده یک مغلوب وجود داره. صلح اختیاری در است که بالاخره به نتیجه میرسین که سلاح، گلوله اینا رای حل نیست، سیاست رای حل است. رای جای گلوله را میگیره. در انگلیسی ای وزن داره. ballots instead of bullets. صندوق رای موجب قوت میشه، نه گلوله‌ای که میریزه. مثال واضحش قبلا براتون گفتم، صلح تعمیل شده مثبت ژاپن بعد از جنگ است. صلح تعمیل شده منفی یوگسلاویا، کمبودیا، آذربایجان تغییر داد، جورجیا. کل از اینا چی میشه؟ مخصوصا در بالکان جنگ یخ میشه، جنگ یخ میزنه، جنگ در یخچال میمونه. انواع صلح تحمیل شده خطرش دایست که نقاط بنیادی ریشه‌ای حل نشد و تا یک مطلب از ریشه حل نکنیم دوام میسی، مردم با یکی دیگه گزاره میکنن مگر به نقطه اساسی که باعث یک ملت به نتیجه برسن نیست. همپذیری در اطالات ضعیف است و هر باری که تحمیل شده پس دیدین که بعد از 5 سال مشکنه. و در کمبودیا یک مثال واضحش است. کثرت‌گرایی را وقت این جوا بود، وقت حقوق بشر بود، کل مردم دعوا بودن. برای یک پیمان صلح برای کمبودیا نوشته کردن، کمبودیا مابینش حضور نداشتن. اما هر چیزی که خوب بود در روی زمین در ایجای شد، اما نه مکانیزم تطبیقی داشت، نه اجماع ملی مابینش چی شد؟ هانسینگ قدرت گرفت، با تمام فجایعی که حزبش ارتکاب داده بود امروز هم یگانه قدرت کمبودیا است. بنابراین کاغذ گارانتی نتیجه را نداره. بهترین کاغذ اگر مکانیزم تطبیقی نداشته باشه باز نتیجه. سلاید دیگه.
نوع سومش بدترین اصول است. اصول است که عارضی است. به اصطلاح ما شما خطه میمونن از جوی تیر میشه. یک قسمت زیاد انواع اصول در افریقا بدبختانه از این نوع بود. چیست؟ یک آدم شورش میکنه، او را میان معاون رئیس جمهور میسازن یا صدر اعظم میسازن، یا بدتر از او ریاست جمهوری در اختیارش میده. کانگو را ببین. از کانگو که در کشور ثروتمند از نگاه طبیعی بی‌نظیر است، در روی دنیا نیست، اما ثبات سیاسی نداشت و بار بار این چیز تکرار میشه. بار بار چون اراده منطقوی، اراده جهانی وجود داشته نمی باشه. فرق کانگو و فرق کنیا رو ببین. کنیا بحران انتخاباتی خودم مبدل کرد به قوانین نو بازی، اما کانگو نتونست. یک قسمت زیاد از این کشور هستن که یک درس واضح است و برای ما اون موافقتنامه جلال آباد ببینید، موافقتنامه ایران، موافقتنامه مکه، کلش عارضی بود یا نبود؟ وقتی که اصول واضح نباشه موافقای گذرا نتایج داره و شما کلتان تجربه کردید. ما میره دیدیم فرق از این موافقتنامه تا موافقتنامه بون چی بود؟ مکانیزم تطبیقی داشت، پشتیبانی بین‌المللی داشت، اجماع ملی سرش ایجاد شد. اینا باید مورد بحث ما قرار بگیره، چون وقتی شورای موقتی داده میشه مسئولیتش کیست؟ میریم به قسمت دوم. بس محتوای صلح، پیمانه صلح چیست؟ شکلش براتون تشریح کردم. طبقه بندی از خارا و برادر بازم میام اینا عموما فصلای خاص دارن، اما ما مخرج مشترک کلشان براتون کشیدیم. نقطه اول چیست؟ موافقه بالای یک روند سیاسی. اگر موافقه روی روند سیاسی بسیار مشخص نباشه پس آن پا میاد. هر پیمان صلح، هر کلمه ما بینش وزن داره. زبان مهم است، اصطلاحات کلیدی است، از خاطر که اگه ابهام باشه فردا سرش جنجال میشه. یک مثال بسیار خوبش موافقتنامه امریکای هم برای طالبان، یک ابهام سرتاسری داره. دکتر صاحب خلیلزاده خدا داشته باشه 100 دفعه گفته میشه که ابهام وضاحت داشته باشه. اونا محکم گرفته بودن، با تمام دنیا موافقه کردن. بنابراین موافقه روی روند سیاسی بخش اول و کلیدی است. از نگاه نوشته شاید این آخری بخش باشه که نوشته شود. از نگاه اهمیت مهمترین مسئله است. دوم چارچوب حقوقی است. چارچوب حقوقی چرا؟ کشورهای که قانون اساسی دارن یا سر تطبیق قانون اساسی به نتیجه میرسن یا سر تعدیل از راههای مکانیزم واضح. تنها در جاهایی که دیکتاتوری بوده و ضرورت تغییر بنیادی بوده بازم در دوره انتقالی به نتیجه میرسه. اگر چارچوب قانونی واضح نباشه ابهام کامل است. و در کل از این موافقتنامه بن یک خصوصیت داشت که زمانبندی بسیار مشخص وجود داشت. در موافقتنامه‌های دیگه عموما زمانبندی موجود نبود، چون مردم باید اعتبار داشته باشن. زمانیت اجرایی از ضرب الاجل میاد که کدام کار به کدام وقت انجام میتن و او تمرکز میره. نقطه سوم نقشه را بر اصلاحات ساختاری دولت است. فساد است، شکل تعداد از غیر است، نوع ارتباط قواست با هم. یک پروسه واضح سر اصلاحات ساختاری باید در این موافقتنامه وجود داره در اکثریتش. و هرچی به تفصیل سر از این فکر شده باشه تطبیق آسان تر میکنه. هرچی این مبهم تر باشه با مو اندازه مردم مجال فرار
از تعهداتشان میده. نقطه چهارم، تعریف مشترک از مفاهیم امنیت و ثبات است. فرق امنیت و ثبات خارا برادرها باید به صورت واضح درک شد. ثبات از یک نظام میه و کلانترین عامل ثبات مشروعیت است. بهترین اردو، بهترین قوای امنیتی است که هشدار استعمالش موجب آرامی میشه، نه اردویی را که دوامدار استعمال کن. جنگ موجب افتخار نیست، جنگ مجبوریت است. بنابراین ثبات از اراده مردم میه، از حاکمیت قانون میه، از تحول اقتصادی میه. امنیت وسایل مختلف داره و در بخش امنیت یکی از عمده‌ترین مسائل است که قوای امنیتی و دفاعی وظایف، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌هاشون باید بسیار واضح باشه. در سال 1992 چهارمین قوه هوایی منطقه را در اختیار نداشتیم. به چی مبدل شد؟ سامان داغمه. نهادا در یک روز ایجاد نمیشه مگر در 3 ماه برباد شده میتونه. اگر مثال بسیار زنده میخواین بحث امریکا رو ببین. بعد از 200 و چند سال کس توقع از این داشت که کنگرس امریکا مورد حمله مردمش قرار بگیره. خراب کردن نهادا خراب برادرها بسیار آسان است، مثل که انفجار یک بنا بسیار آسان است. یک تعمیر 50 منزله را در یک روز پرانده میتونید، اما آباد کردنش اینی جهت ضرورت بسیار واضح است که وقتی که قوای امنیتی و دفاعی ایجاد میشه حدود صلاحیتشون، مسئولیتشون و نقششون واضح شد. تاریخ افغانستان یک خصوصیت داره. در کل تاریخ ما از احمد شاه بابا تا امروز 2 جنرال زعیم افغانستان بود. خود احمد شاه بابا و نادر خان. کل دیگه‌اش ملکی بود. کودتای کمونیستا یادتان است. از قادر کده که سرشار وجود داشت قدرت تسلیم نکرد. اصلاحات را که در اردو ما به وجود آوردیم اگر مشروعیت ملکی نمی بود موجب 6 کودتا می شدن. اینجا ضرورت واضح است که اول امنیت و ثبات از هم تفکیک شد، ثبات حکومتداری خوب به وجود میاره، طرح‌های اقتصادی واضح به وجود میاره و تحرک فکری به وجود میاره. امنیت محدود است، ثبات هدف است. گم شده ما شما ثبات است. 40 سال است که ثبات نداره. موضوع پنجم یک نقشه را بر انکشاف همشمول اقتصادی و اجتماعی است. در اینجا مشکل در است خراب برادر که اکثر از این شورا بوده. در اکثر از این پیمان‌ها چون مکانیزم اجرایی دقیق نداشتن بهترین شورا را دادن. اما تحول اجتماعی و اقتصادی به اساس شعار به وجود نمیاد. کل از اینا مشارکت ضروری است اما بخش اختصاصی است و اگر تفکیک واضح سرمایه ملی در این باره وجود نداشته و کلانترین سرمایه ملی سرمایه فکری است. نقطه ششمش تعریف مشارکت با جامعه بین‌المللی است. خب وضع دنیا فرق داره. بعضی کشورهاست که در صدر توجه جمهوری است، بعضی دیگه‌اش برای 30 سال یک سکرتر سوم سفارت امریکا یا اتحادیه اروپا نمی‌بینیشون. سومالیا رو ببین. اگر یک روز بیچاره قادر به این شون که یک وزیر یا معین یا یک سفیر ببینه فکر میکنن که روز خوب شد. اما محراق توجه دنیا بودن همیشه آرزی است. تنها یک فرصت است. اگر پروژه واضح برای مشارکت بر دنیا به اساس منافع مشترک
احترام متقابله و اعتماد متقابله نباشین، این توجه دور میشه. چانسای طلایی اگه از پیش استفاده نشه به مثل بدل میشه. و بخش دیگه ازی در یک جامعه مثل ما موضوع امنیت خودشان است. اگر افغانستان در میراق توجه بین‌المللی است، از خاطر از است که میراق امنیت خودشان مطرح است. 2448 عسکر امریکایی در افغانستان جان خود از دست داد از 2001 به بعد. از روزی که ما رئیس جمهور بودیم تنها 98 نفر از اینا جان خود از دست داد. قیمت خون از اینا به اینجا رسید. در 2012 150,000 عسکر بین‌المللی دی خاک بود. قیمت ازی به میلیاردها بود. امروز کل حدود ازی در 15 و 2500 عسکر امریکایی میرسه و 5000 ناتو. ما قیمت خون و قیمت پول کم کردیم، اما در این حال قوای امنیتی و دفاعی ما کلانترین قربانی رو داد. ما هستیم که امنیت بین‌المللی رو نگاه میکنیم، نه آل امنیت ما را. بنا نوع مشارکت نهایت ضرور است. و نقطه کلیدی دیگه در چیز منطقه را فراموش نکنیم. تا اجماع منطقوی سر صلح در یک کشور با وجود به صورت کامل با وجود نامده باشه، او کشور با مشکلات بود. کلانترین مثال از این کلمبیا است که مشابهت های بسیار زیاد با ما داره. کلمبیا 60 سال است که جنگ به صورت یا دوامدار یا شروع ختم میکن و دیدین دو درس از کلمبیا بسیار مهم است. یک، پلان را که رئیس جمهور سرش تمام دار و ندار خود انداخته بود از طرف ملت رد شد، در یک نظرخواهی آمد، چون در عین حال اجماع را سرش فکر نکرده بود. دوم، ونزوئلا شبیه پاکستان افغانستان است برای کلمبیا. پناهگاه را ونزوئلا داده و چون پناهگاه موجود و ارتباط با مواد مخدره و سازمان جنگی مثل واضح است. اگر میخواین واقعا یک مشابهت ها و فرقا را انجام بدین، از تمام خواهرها و مخصوصا مسئولین اینا من خواهش میکنم که وضعیت کلمبیا را به دقت ببینید و مخصوصا 4 دوره پلانای صلحشون. یک کاغذ بسیار خوب نوشته شده، من شریک میکنم که یک ترجمه شه در اختیارتان داده شد. نقطه هفتم ایجاد همپذیری است. صلح با کی میکنه؟ با کسایی که دیروز یکی دیگر میکشن. برای فردای ختم جنگ باید آمادگی فکری داشته باشیم و این کلش دلیلی که ما خدمت شما آمدیم خواهرها برادرها با شما تعلق داره. فکر همپذیری را باید شما ایجاد کنید. مثال بسیار زنده همپذیری 2 سال قبل بود. آتش بس سرتاسری اید. اگر در علوم اجتماعی تجربه ممکن است، این آتش بس یک تجربه بود. کل فرضیه های ما را وارونه ساخت. کل مردم میگفتن که جنگجوهای طالبان حاضر به صلح نیستن. دیدن جنگجوهای طالب بحث میخواست، آیسکریم میخواست. این کلمه آیسکریم جدی بگیرید. کلمه آیسکریم نشانه محرومیت بود و نشانه یک لحظه خوشی. شما کلتان یک طالب دیدین که چانواری کرده باشه؟ یک طالب دیدین که تحقیر شده باشه؟ یک زن افغان دیدین که همراهش در بحث نامده باشه؟ اینی عزت جامعه تان نشان میده. جامعه ما یک آغوش بسیار بزرگ داره، اما هرچی خشونت زیادتر شه یا آغوش کوچکتر میشه. ایناله باید برای همپذیری مشکلات 40 ساله، مشکلات 20 ساله، هر نوع طبقه بندی گذشته چند دهه ما را میکنین، همپذیری را چطور ایجاد میکنین؟
چون اگه این همپذیری سرتاسری نباشه و روی کاغذ باشه، هر چیزی که من نتیجه بدین باز نتیجه نمید. پس آن سر افغانستان پس می آمده این نقطه یک نقطه. دوام جنگ در افغانستان از سال 40 میلیون دلار که مصرف زیادتر نمیخواه بدبختون. اما میفهمید سال گذشته 16.7% جی دی پی خوده ما از خاطر توریسم از دست دادیم. یعنی 990 چند میلیون دلار تنها در یک سال. میگن پیسه پیدا کن. کابل قندار امروز خراب است. پول چک میپرن از خاطر چی؟ مکتب در بدیم، دارالمعلمین چور کنیم. خب کل از این پس این ایجاد همپذیری است که باید یک طرح واضح باشه که ما از عقده‌های شخصی خود و از دیدگاه کوچک براییم. همه چیز از این نگاه مغزی است، چون از نگاه فکری باید زمینه همپذیری مساعد شد و انواع همپذیری فرق داره. بیشتر براتون گفتم یک مثالش فراموشی تاریخی بود که مردم قبول کردن که در جرمنی تعداد زیاد کسایی که آمدن دموکراسی رو بنیاد گذاشتن همکار نازیا نبود، سرش سنگ ماند. در فرانسه صدها هزار نفر همراه نظام نازی همکاری نکرده بودن، همراه سر سنگ ماند. اسپانیا بسیار شعوری کرد. افریقای جنوبی در طرف دیگر رفت. یک کمیسیون واضح به سر تا سر مملکت ایجاد کردن، نامش حقیقت و همپذیری ماند. اما دردا به اندازه زیاد که باز دردا حل نشد. اما اوجا یک نهادای بسیار قوی در قدرت بدل آمد. انواع از این همپذیری نقاط کلیدی است که شما خواهر و برادرها باید سرش نظریات داشته باشید. نقطه هشتم مکانیزم های تطبیقی است. وعده خواهر کس کردم بیشتر خدمتتان عرض کردم کلمات کلانترین عربه مذاکرات صلح کلمات است. انال وعده که میشه اول به دقت شد، دوم به تطبیقش باید مطلق جدی باشه. دلیلی که 50% به ناکامی مواجه میشه از خاطر از یک مجرد که کاغذ خشک شد مردم میان تعبیرهای مختلف میکنن. قوت اجرایوی باید به صورت اساسی مورد نظر گرفته شد، چون نقاط بسیار کلیدی است. اسلاید بعدی. چند مثال مشخصه براتون ذکر میگم چون دیدگاه باشه. فنلند فکر نکنین که همراه ما کدام مشابهت داره، اما فنلند از بدترین جنگ داخلی در سالهای بعد از جنگ اول جهانی تیر شد. کمونیست‌ها جنگ باختن، محافظه‌کارا جنگ بردن. اینا یک تصمیم عجیب گرفتن. حکومت ائتلافی را ایجاد کردن و از امور روز تا بالا به اساس انتخابات آزاد حکومت‌های ائتلافی داشت. تمایز اینا در چی بود؟ محافظه‌کارا گفتن اقتصاد رشد بدیم و چپیا گفتن آزار ده. اما گفتن در بدل ما حقوق شهروندی را توسعه‌اش میخوایم. یک ترکیب آمد که نامش دموکراسی اجتماعی میگه. از یک طرف رشد دوامدار آمد، از طرف دیگه حقوق شهروندی توسعه پیدا کرد و ملت فنلند بار بار همین فرمول تایید کرد. دوم، فنلند بار بار استقلال خود از دست داده بود. پیش از جنگ اول جهانی جزء امپراتوری زاری بود. سر هویت ملی خود به نتیجه رسید. سر زبان خود سرمایه گذاری کردن، چون کل آزادی خواهی فنلند در قسمت اول زبان بود در قرن 19. حقوق یکی دیگر قبول کرد. از یکی از فقیرترین کشورهای اروپا به یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپا
در ظرف 90 سال اینا بدل شد. و سوم، در بین دو قوت بزرگ بعد از جنگ جهانی، اتحاد شوروی و ناتو، اینا تانستن استقلال خود حفظ کنن. فرمولشان چی بود؟ ما در مجادله از اینا داخل نمیشیم. تمرکز سر نهادهای خود کردن، سر قوت خود کردن، سر وحدت خود کردن و خود جدا نگاه کردن. و بعد از اینکه اتحاد شوروی سقوط کرد، به قوت عمده همکاری منطقوی بدل شد. اما هیچ وقت هنوزم امرای روسیه رابطه خود خراب نکرد، چون مناسبات منطقوی برشان یک درس عمده است. دوم اندونزیا است. رئیس جمهور اندونزیا دوست بسیار نزدیک است. اندونزیا یک مثال بسیار زنده است که یک بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را چطور پس به ثبات بدل میکنه. سوارتو مانند پینوشی بود، صدها هزار نفر کشت و از ترسش که صحبت کردن نمیتونست. اما در این حال انکشاف معاصر اندونزیا را یک بحران اقتصادی آمد. یک عکس بسیار مشهور شاید دیده باشین که رئیس IMF شیشته استاد سنتو یک فرانسوی بود و سوارتو سر میز شیشته امضا میکنه. در بدل پول IMF مجبور شده بود. این کل احساس مستعمره بودن اینا را پسنده کرد چند وقت با حکومتش. اندونزیا گذار اولش است که به دموکراسی به صورت اساسی رفت. در هر نقطه ازی یک حس جدایی طلبی و اینا ایجاد شد و قسمت آزادی دادن. اما نقطه کلیدیشان این بود: جمهوریت، روایت جمهوریت در اندونزیا مستحکم شد. دوم، در این جریان مخصوصا در آچه، اندونزیا یکی از معتدلترین کشورهای اسلامی جهان است، بزرگترین کشور اسلامی دنیاست. و دلیلش است که اسلام در اندونزیا از طرف تاجرها رفت و از طرف طبقات صوفی. تنها یک انجمنشان 10 میلیون نفر داره. معاون رئیس جمهور سابقشان که آمده بود چند هفته پیش، رئیس یکی از این انجمن. اما در آچه یک حس افراطگری بسیار شدید به وجود آمد. مطلق شعارشانی بود که شریعت تطبیق میکنه. صلح را که اندونزیا با وجود آورد، اینمی افراد در آچه قناعت داد که مردم سالاری را قبول کنند، انتخابات معیار بگیرند. و به اساس ازی پس وسطیت یا اعتدال در اندونزیا تحکیم پیدا کرد. رئیس جمهور فعلیش شاروال یک شهر کوچک بود. قواعد نو بازی در اندونزیا مستحکم شد و این روایت جمهوریت است، روایت اعتدال است، روایت وسطیت است. در هیچ نقطه آخر قضیه نیست، اما جهت باید ببینیم. از اندونزیا ما درسای بسیار زیاد داریم و علمای اندونزیا در صلح افغانستان امروز یک نقش بسیار اساسی بازی میکنه. لبنان یک صلح یک زده است. 15 سال جنگ بود بین 1975 و 1990. هزارها نفر کشته شده بود، 60,000 نفر. صلح که آمد پس عین مردم را که موجب جنگ بودن، پس قواعد بازی تغییر نکرد. در یک مدت موقتی تغییر آمد، اما تغییر دوامدار نبود و بالاخره موجب بحران امروز لبنان، من میفهمم که بیگول اصلا از لبنان است، اومده بود درس خواد. اما لبنان متحرک امروز مردم پشت نان خود میگرد و این پس جامعه مدنی را، حرکات اینا را پس زنده ساخته، اما اهمیت قوانین بازی را که تغییر نمیکنه. رواندا و بروندی دو کشور همسایه هستند. فاجعه رواندا و بروندی یک قتل عام مردم بود.
مخصوصا رادیو بدترین نقش رادیو بازی کرد. رئیس جمهور رواندا دوست در بروندی ما رفتیم بر مشوره یک بار. بین توتسی و اوتی هیچ خارجی فرق یکی را از دیگه کردن نمید. مثل که در سودان فرق سودان جنوبی را با سودان شمالی کردن نمید. از نگاه پوست، از نگاه رنگ، از نگاه زینا. مهرینا به نام توتسی و اوتی که یک تفکیک را بود که بلژیم با وجود آورده بود در دوران استعمار، یکی دیگر را کشت. رواندا اینمی کشتاره به یکی عظیمترین فرصت های تاریخی بدل کرد. امروز متحرک ترین کشور افریقا روانداست، از نگاه زیربنا، از نگاه امکانات، از این کافیشان بازار محلی نداشت. امروز تیارای بین‌المللی. بروندی فرصت زایی. مقصدم ده ایسته که عین فرصتی که با وجود می رهبری، مدیریت، طرح، اجماع تاثیر داره. سرمایه طبیعی به ذات خود کافی نیست، موقعیت به ذات خود کافی نیست. دو کشوری که هم جوار هستند و میتونستن انواع مختلف انتخاب درباره صلح بعد از اینکه میایین نتایج داره. به اجازهتان 5 دقیقه وقفه میگیریم که باز به بخش دوم بیاییم. خیر بسید.